کودکی که آماده تولد بود پیش خدا رفت و از او پرسید میگن فردا شما مرا به زمین میفرستی، اما من به این کوچکی و بدون هیچ کمکی چطوری میتونم برای زندگی به آنجا بروم؟ خدا پاسخ داد از میان بسیاری از فرشتگان من یکی را برای تو در نظر گرفتم، او در انتظار توست و از تو نگهداری خواهد کرد. کودک گفت اینجا در بهشت من هیچ کاری جز خندیدن و آواز خواندن ندارم و اینها برای شادی من کافیه. خدا لبخند زد و گفت فرشته تو برایت آواز میخوانند و هر روز به تو لبخند خواهد زد. تو عشق او را احساس خواهی کرد و شاد خواهی بود. کودک با ناراحتی گفت وقتی میخواهم با شما صحبت کنم چه کار کنم؟ خدا گفت فرشته‌ات به تو یاد میدهد که چگونه دعا کنی. کودک باز پرسید شنیدم که در زمین انسان‌های بدی هم زندگی میکنند، چه کسی از من محافظت میکند؟ خدا گفت فرشته‌ات از تو محافظت خواهد کرد، حتی اگر به قیمت جانش تمام شود. کودک 1 سال دیگه از خداوند پرسید لطفاً نام فرشته‌ام را بگو. خدا با لبخند پاسخ داد نام فرشته تو مادر است، برای سلامتی فرشته زندگیت بنویس خدایا سپاس.